السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوندی که مسموعها نشان از قدرت اوست و موجودها بیان از حکمت اوست و مخلوقها برهان از وجود اوست. به نام آن که هستی نامزو یافت، فلک گردش زمین آرامزو یافت. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. پس از حمد و ستایش های زیاد و بی اعداد پروردگار عالم الله حق سبحانه و تعالی و سلام و درود بی پایان و پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد علیه الصلاة و السلام و به جمیع آل و اصحاب و پیروان و محبان ایشان در این روز مبارک، در این روز خجسته، مکان مقدس، از پروردگار عالم عاجزانه مسئله داریم که پروردگار عالم گناه‌های صغیره و کبیره که تا این دم از ما صادر شده است عفو و مغفرت بنماید. پروردگار عالم از نظر رحمت خویش دور نگرداند و عذر به درگاه خدا میگوییم از عاجزی و ناتوانی به شکر نعمت‌های او تعالی و به عوض نعمت‌های پروردگار گناه و سهو و خطایی که از ما صادر می شود و حقیقت بندگی، حقیقت آن امری که خدا امر کرده است آن را از بس که اجرا کرده نتوانسته ایستاده ایم، عذر به درگاه خدا میگوییم. امروز تصمیم گرفتیم در موضوع همراهی شما صحبت میکنیم که واقعا از اطراح چنین موضوع و در خصوص این موضوع سخن گفتن مستحق هم نیستیم، ولی توکل به خدا، همچون توکل به خدا انشاءالله در این موضوع صحبت میکنیم. از پروردگار عالم امیدوار هستیم که ما را از جمله عمل کننده با آن چیزی که میگوییم و میشنویم بگرداند. اسعد الخلق اعظمهم عبودیة لله. سعادتمندترین بنده ها شخصیت هایی که در عبادت پروردگار بزرگ هستند، یعنی کسی که در عبادت پروردگار مقدم باشد و در عبادت پروردگار بزرگ باشد، یعنی در عبادت پروردگار از او کوتاهی نباشد، این شخص خوشبخت‌ترین انسان ها است. هرگاهی که بنده و پروردگار عالم خود را خوار و زار گرفته از او همچون فقیر و مسکین طلب میکند و پروردگار عالم نزدیکتر میشد. کدام بنده که حاجت او به الله بسیار باشد بزرگترین بنده ها او است. و بنده برای جلب مصالح و دفع مضار، یعنی برای جلب فایده‌ناک عملها و چیزهایی که برای فایده خودش است، برای جمع کردن و جمع کردن آن چیزها و برای دفع ضررها خودش عاجز است، نمیتواند مگر با یاری پروردگارش، با یاری خالقش جل جلاله و تقدس الاسماء. الله سبحانه و تعالی بی حاجت است، غنی هست، حاجت به کسی ندارد و همه به سوی او محتاج و به سوی او نیاز دارند. گناه بندگان زیاد است و نجات یافتن از گناه فقط یک راهی است، یا بپرسیدن از پروردگار
عفو و مغفرت پرسیدن از پروردگار است. بسیار گناه‌های قلبی، گناه‌هایی که در قلب انسان می‌شود، مانند ریا یعنی خودنمایی و مردم، عمل‌های صالح را اجرا می‌کنید برای دریافت رضایت مردم یا برای خودنمایی به مردم. اینها عمل‌های قلبی است، عمل‌های ظاهری نیست. شاید ببینید انسان ظاهرش صلاح و ظاهرش پرهیزگار و خداترس است، ولی قلب او این عمل پرهیزگاری را با کدام مقصد می‌کند برای او معلوم نیست. این ریا است یا کفر و الله تعالی ایمان ندارد. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده در مسجد همراهی مردم نماز می‌گذاشتند. خدا میگوید که لیکن به الله ایمان نداشتند و روز قیامت ایمان نداشتند. این عمل‌های داخلی هست، قلب و حسد، بدبینی، بخیل بودن و بندیدن نعمت خدا به کسی دیگر و ترک توکل به خدا. ترک توکل به خدا عمل قلبی است و مردم معلوم است. میگوید که قد یقع فیها المرء، حالتهای بسیار میشد که انسان گرفتار همین گناه کمبودی‌های قلبی هست، گناه‌های قلبی دارد و او حس نمی‌کند. و قد یتبرع عن بعض الصغائر ظاهره، گاه پرهیزگاری می‌کند از بعضی گناه‌های میده‌ای که به مردم ظاهر است. مانند یک مثلا به خانه دوستش آمده یک غوریچه رو کنده، پیش از خوردن یا که خوردن از صاحب خانه می‌پرسد که همین از شما نپرسیده کنده بود. عمل‌هایی که خرد است، عمل‌هایی که برای مردم ظاهر و عیان است، گاه‌های انسان پرهیزگار است ولی از بعض گناه‌های عظیم که او را به هلاکت می‌رساند در غفلت است و حس نمی‌کند که او گناه کرده است. از جمله آن گناه‌ها ترک توکل به خدا است. ترک توکل به خدا، نداشتن توکل. شاید امروز اگر در دنیا 2 میلیارد مسلمان ها باشد، نمیتوانیم گفت که یعنی 10% یا 5% آنها عمل کننده به این مقام جلیل باشد. مقام عظیم هست. توکل به خدا یک عملی است که واقعا بسیار مردم دنیا در این موضوع کمبودی عظیمی دارند و توکل به خدا که قسمی از توحید است، یگانه شماری پروردگار است. در این موضوع اگر کسی خللی در اعتقاد خود داشته باشد، در یگانه شماری او خلل است. یعنی او شخص خدا پرست، یگانه پرست حساب نمیشه. ما بارها میگوییم که 40 نفر شخص خدا پرست اگر در جنازه اشتراک کنند، میگوییم خدا شفاعت میکند. اگر کسی توکل این موضوع رو گوش اندازد، اگر در قلب شما خلل در این موضوع داشته باشد، دانید که شما موحد نیستید، یگانه پرست نیستید و جمله آن 40 نفر نمیدارید. و اسباب خالی مرد را یا زن را خوار و ذلیل می‌گرداند و از تحقیق آرزوی او محروم می‌گرداند. اسباب خالی به معنای گرفتن سبب. انسان برای یک مقصود رسیدنش باید اول توکل به خدا کند، ثانی سبب را بگیرد یا سبب را بگیرد و توکل به خدا کند. مثلا اگر فرزنددار شدن خواهد، مقصد فرزنددار شدن داشته باشد، همسری برای خود انتخاب کرده نکاح کند، همراهی و خفت و خواب کند، ثانی توکل به خدا کند. مجرد سبب انسان را خوار و ذلیل می‌گرداند و از رسیدن به مقصدش محروم می‌گرداند. مجرد سبب فقط گرفتن زن و خانه‌دار شدن با آن، مثلا اگر مقصودش فرزند باشد، فقط زن گرفتن و خفت و خواب کردن با او این سبب است. ولی تک
تکیه کردن به خدا، توکل کردن به خدا، سپاریدن امر به سوی خدا، این توکل است. سبب خالی انسان را خار می‌گرداند. تکیه کردن به سبب شرک است. مشرک می‌شود، از دین می‌براید. تکیه کردن به سبب، اگر باید زن گرفتم خفت و خواب کردن کفایه، خدا خواهد و نخواهد فرزندان می‌شوم، یعنی معنای توکل نکردن همین است. سبب گرفتم می‌شود خلاص بیان، این آدم از تحقیق مرادش محروم می‌شود، مراد او به جا نمی‌رود. وقد يطرق بابا يظن ان فيه نفعه فاذا هو ضرر. گاه در یک باب گمان میکند که در همین جا نیکی هست برای او، ناگاه آنجا فقط ضرری محض 100%. ولا ينجي من ذلك الا التوكل على العزيز الرحيم. یگانه عملی که انسان را نجات می‌دهد این توکل به پروردگار است، ذات عزیز و رحیم است. بنابراین پروردگار عالم مقام توکل را بزرگ داشت و از منزله‌های عظیمی از منزله‌های دین مقدس اسلام گردانید و همراهی عبادت خود در یک جا مکروم همسایه ذکر می‌کند. فاعبده و توکل علیه. الله تعالی را عبادت می‌کنید و به او توکل می‌کنید. بدون عبادت توکل کردن بی‌فایده است. عبادت نکرده امید داشتن از خدا، تکیه کردن به خدا خلل در توکل است. فاعبده و توکل علی الله. عبادت خدا کنید و به الله سبحانه و تعالی توکل بکنید. و پروردگار عالم توکل را سبب نائل شدن به محبت خود قرار داد. کسی که اگر خواهد که الله تعالی او را دوست دارد و الله تعالی توکل کند، ان الله یحب المتوکلین. الله تعالی توکل کننده ها را دوست می‌دارد و توکل را شرط ایمان قرار داد. و توکلوا و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن باشید به الله تعالی توکل کنید. یعنی معنای توکل برای جلب فایده ها و دفع ضررها تکیه کردن به خدا، امید کردن به خدا، سپاریدن کارها به خدا است. این مقام بی نهایت عظیم است. بنابراین خوب گوش اندازید برادران عزیز. کسانی که به این موضوع عمل میکنند انشاءالله در دو دنیا اینها شخصان خوشبخت است. این موضوع مهم است و موضوع اهم است، موضوع مهمتر است. توکل به خدا. بسیار مردمی که دعوای دین دارند و دعوای پرهیزگاری دارند توکل ندارند برادران عزیز. برای که توکل چی نمیدانند اصلا. بنابراین گوش اندازید. مقام جلیل القدر عظیم الاثر. توکل مقام جلیل است، بسیار بزرگ است و عظیم الاثر. اثر توکل عظیم است. فایده توکل به نهایت بزرگ است. فریضة من رب العالمین. توکل کردن به پروردگار عالم فرض است از جانب پروردگار. از نماز و روزه و از عبادت خدا توکل بالا می‌ایستد و به رضا الرحمن. با توکل رازگی پروردگار حاصل می‌شود. فیه منعة من الشیطان. با واسطه توکل شیطان نمی‌تواند برای شما ضرر و اذیت رساند. منزلته اوسع المنازل و اجمعها. منزلت و مرتبه و مقام توکل بلندترین و جمع کننده تمام منزلت ها است. تمام مقامات شریعت در همین مقام جمع می‌شود. چون که بعضی منصب ها تمام منصب های در بر میگیرد، مقام توکل تمام مقامات در بر میگیرد. اقوى السبل عند الله. بزرگترین راه که به خوشبختی دو حوالی دارای مورد میرساند این توکل است و احبها و محبوبترین راه به سوی پروردگار توکل است. امر الله به رسوله علیه الصلاة و السلام. پروردگار عالم حبیب خود، خلیل خود، پیغمبر خود، بهترین خلق خود به این امر کرد. فاعرض عنهم و توکل علی الله. تو از اینها روی گردان،
سخنی که در حقت میگویند، تهمت‌هایی که میکنند، قبول دعوتت نمیکنند، تو از اینها روی گردان، اینها غم مخور و توکل علی الله. تو به الله تعالی توکل کن برای جلب فایده و دفع ضرر. تو به الله تعالی تکیه کن و کفی بالله وکیلا. الله تعالی وکیلی که کفایت کننده است، وکیلی بسنده بعد خدا دیگر وکیل برای تو لازم نیست. و کفی بالله وکیلا. الله تعالی همچون کفیل کفایت کننده بسنده است. و پیغمبر خدا در دیگر جا گفت و توکل علی الله انک علی الحق المبین. ای پیغمبر بر الله تعالی توکل کن، تو در راه حق، تو در راه روشن هستی. اگر در راه حق نمیشدن امروز رسالت پیغمبر، دین پیغمبر مزمحل و نابود میشد. امروز ما در روز جمعه در مسجد نمی‌نشستیم. توکل به خدا کن. اگر پیغمبر توکل نمی‌کرد ما در اینجا نمی‌نشستیم. انک علی الحق المبین. تو در راه حق و در راه آشکار هستی. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده. تو به یک ذات توکل کن که اون ذات وفات نمی‌کند. ببینید به کسی اگر به یک مخلوق توکل می‌کرد باشد، ناگاه به شخص توکل کننده خود، به شخص بینامانده خود وقتی که زنگ میزنید میفهمید که از دنیا گذشته است، یا از وظیفه خالی شده است، یا حبس شده است. خدا میگه که و توکل علی الحی الذی لا یموت. توکل به اون ذاتی که زنده است، وفات نمی‌کند. و سبح بحمده. او را از تمام عیب و کمبودی و نقصان پاک شما و حمد و ستایش برو. سلیمان خواص رحمه الله گفتند به یکی از شاگردانشان: ای قدامه، لو آمن عبد الله بحسن التوکل و صدق النیة له بطاعته لاحتاج الیه امراء فمن دونه. ای ابن قدامه، اگر بنده همراهی الله تعالی چه خیلی که لازم است، اگر توکل به خدا کند و با نیت خالص و با نیت صدق برای او اطاعت بکند، امرا برای او محتاج میشود. تمام ثروتمندان برای او بنده محتاج میشود. اگر بنده حقیقتا به الله تعالی توکل کند، همه برای او محتاج میشود، نه اینکه برای مردم. فکیف یکون هذا محتاج؟ این انسان محتاج نمیشود. و مأواه و ملجأه الی الغنی الحمید. چگونه این محتاج میشود؟ چون که پناهگاه این آدم به سوی ذات غنی، ذات ثروتمند، ذاتی که صاحب تمام حمد و ستایش است. تمام صفتهای کمال، صفتهای دارایی در او هست، در اون ذاتی که این بنده به او توکل کرد. و اون ذات غنی و ثروتمند است. چگونه پناهگاه این، بینامانده این شخصی که این بنده توکل کرده است، اون ذات عظیم است، این به دیگران محتاج شود. فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی که برای یک عمل عزم کردی، نیاز کردی که همه عمل را اجرا میکنم، فتوکل علی الله. توکل به الله کن در جلب فایده ها در همه عمل و دفع ضررهایی که از آن راه می‌آید. توکل به خدا کن. و از پیغمبرانش الله سبحانه گفت که و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا. برای چی ما به الله تعالی توکل نکنیم؟ پیغمبرها همین گفتند. برای چی ما به الله تعالی تکیه نکنیم، توکل نکنیم؟ در حقیقت ما برای ما هدایت کرده است. ولنصبرن علی ما آذیتمونا. ما صبر میکنیم با آن اذیتی که شما ما را میدهید. و علی الله فلیتوکل المتوکلون. پس به الله توکل کننده ها. سوره ابراهیم. و از پیغمبران و اولیاءانش نقل کرد: ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا الیک المصیر. گفتم پروردگار، ما به تو توکل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و به سوی تو بازگشت عاقبت ما هست. روزی به نزد تو میرویم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمن‌ها باید به الله تعالی توکل کنند. سوره ابراهیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. خدا میگه کسی از خدا ترسد،
پرهیزگاری کند، اطاعت خدا یا اطاعت پیغمبر کند، از نهی کرده های خدای پیغمبر بازیستد، الله تعالی برای تنگی هایی که به سرش آمده است گشایش می‌دهد و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یک مکان رزق می‌دهد که گمان نمی‌کرده بود. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی به الله تعالی توکل کند الله تعالی بسنده است، کفایت کننده او است. ان الله بالغ امره، الله تعالی حاجت او را روا می‌کند. قد جعل الله لكل شیء قدرا، پروردگار برای هر یک چیز تقدیر گذاشته است، مقدار و اجل گذاشته است. قرآن پر از امر به توکل است. اگر قرآن را تلاوت میکنیم، هر یک صحیفه های قرآن ما را به توکل کردن به پروردگار امر میکند. یه مرد به نزد حضرت وهبی بن منبه آمد. گفت که ای حضرت، علمنی شیئا ینفعنی به، برای من چیزی را تعلیم دهید که برای من فایده دهد. برای من چیزی را تعلیم دهید که برای من فایده دهد. حضرت گفتند اکثر من ذکر الموت، ذکر موت را بسیار کن. یعنی وفات کردن را هر روز بسیار مراتب فکر بکن. و اکثر عملک، آرزوی کم کن. هیچ کس تمام آرزو نمیرسد. آرزوهای شیطان آورده میگوید. آرزوی کوتاه کن، آرزوی بسیار نکن. ثانی گفتم و خصلت ثالث است، خصلت سیوم، این اصبتها بلغت الغایة القصوى، اگر تو همون خصلت سیوم برسیده روی و اجرا کرده توانی، غایتی خوشبختی آخری اون درجه که مردم میرسه رسیده میره. التوکل، مثلا توکل است. اگر همین عملی که کردی، این آدم آمده که یک کار برای من تعلیم دهید که فایده رساند برای من، مثلا توکل است. اگر همین کردی آخرش است. حضرت مولانا میگن توکل کن، توکل بهتر است، با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تو با تقدیر خدا مبارزه مبرو، توکل به خدا کن تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. قضا که بازی نکن، تقدیر خدا که خودت هم میگیرد. مرده باید بود پیش حکم حق، باید پیش حکم پروردگار مانند مرده در نزد پاکشو شستشو کننده میت باشد. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. خدا میگوید که در سوره مزمل پروردگار عالم پروردگار مشرق و پروردگار مغرب است. لا اله الا هو، غیر الله سبحانه و تعالی دیگر معبودی برحق، دیگر خدای برحق نیست. فاتخذه وکیلا، خدا را برای خود وکیل گیر. خدا را برای خود وکیل گیر. این آیت مزمل. در آیت اسراء خدا به حضرت موسی گفت و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، ما برای موسی کتاب دادیم، یعنی تورات را، و حضرت موسی را هدایت کننده راهنمای بنی اسرائیل گردانیدیم، یعنی شهر اسرائیل که الان وجود دارد. الا تتخذوا من دونی وکیلا، خدا میگوید الا تتخذوا من دونی وکیلا، غیر من دیگر کس را برای خود وکیل نگیرید. ببینید برادران عزیز، خدا در سوره اسراء گفت که غیر من دیگر کس را برای خود وکیل نگیرید. در سوره مزمل گفت که فاتخذه وکیلا، خدا را برای خود وکیل گیر. خدا را برای خود وکیل گیر گفت. در دیگر جا گفت که غیر من دیگر کس را وکیل نگیرید. وکیل کیست؟ وکیل فامره ان یتخذ وکیلا و نهی ان یتخذ من دونه وکیلا. خدا امر کرد که برای خودمون خدا را وکیل گیریم و نهی کرد که غیر خدا دیگر کس را وکیل نگیریم. برای چی؟ لأن المخلوق لا یستقل بجمیع حاجات العبد. زیرا اگر ما یک بنده را برای خود وکیل گیریم، او همه حاجت‌های ما را نمیتواند اجرا بکند. مثلا یک فرزند خدا میگوید که راوی مدیره خدا
رفت و به صحرا به زمین آب نگرفت. وکیل گرفتید، به جای خود او رو وکیل گرفتید. ولی میشه که مثلا به جای خود به دیگر جایها فرستانید، به جای من رفت فلان کارها رو بکن. نمیتواند همه کارها رو کرد، ممکن آبم روز مانده نمیتواند. بنابراین بنده نمیتواند همه حاجتهای شما و وکالت شما رو بگیرد. والوکالت الجائزة، خدا گفت که غیر من دیگر کسی وکیل نگیرید. گفت مثلا برای آب ماندن زمین نبیره و فرزند وکیل گرفتن جایز است. جایز وکالتی که جایز است گرفتنش در فعلی که قادر است بنده قادر قدرت داشته باشد وکالت گرفتن بنده جایز است. فیحصل للموکل بذلك بعض مطلوبه، به سبب وکیلی که گرفته بعض حاجتات هم میبراید، نه همه حاجتات. فاما مطلوبه كلها فلا يقدر عليه الا الله، تمام مطالب شما، درخواست شما، حاجت شما برای اجرای ولی غیر الله تعالی قادر است. دیگه هیچ کس نمیتونه گناهاتون بخشیده نمیتواند. و ذلك الذي وكيله لا يفعل شيئا الا بمشيئته. ثانیا وکیلی که شما گرفتید اگر خدا خواهد آب مانده نمیاد، با خدا توکل کردن مواجه دارید، میرد گشته میاد. و قدرته فليس له ان يتوكل عليه وان وكله بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. اگر یک کس وکیل کنیدن با الله تعالی توکل میکنید که کار همین وکیلی من آسان کند. الله تعالی میگوید یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیغمبر، حسبک الله، الله تعالی برای تو حسب، بسنده، رسنده و برای مؤمن ها. و دیگر کس توکل نکن. یگان کار و یگان کس وکالت نسپار. حسبک الله، الله تعالی خودش کفایه کننده تو است و کفایه کننده مؤمن ها است. سوره انفال. و در حق صحابهان پیغمبر پروردگار عالم که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. وقتی که به صحابه های پیغمبر که 1,500 بودن عدد مسلمان ها در مدینه منوره هنگام گفته شد که این الناس قد جمعوا لكم، ابو سفیان اون وقت کافر بود، قد جمعوا لكم، بر ضد شما دشمن جمع کرده است، یهودها را جمع کرده است، نصارای نجران جمع کرده است، مشرکین عرب را جمع کرده است، یهودهای مدینه جمع کرده است. 10,000 نفر شده به مقابل شما به جنگ آماده شده به راه برآمده است. وقتی که گفته شد خدا نقل میکند قیل لهم ان الناس قد جمعوا لكم، مردم بر ضد شما جمع شده است. چی گفتن صحابه پیغمبر؟ اخشوا شما ترسیدم فزادهم ایمانا، ایمان آنها زیاد شده، گفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل، برای ما ذات بسنده و کفایت کننده الله است. و نعم الوکیل، چطور وکیل خوب است، وکیل خیانتکار نیست، وکیل ناعهده‌بران نیست، وکیلی که خواب نمی‌کند، وکیلی که قدرت به همه کار دارد. نعم الوکیل، بهترین وکیل است. خدا چی گفت عاقبتشه؟ وقتی 10,000 نفر آمدن، اینها 1,500 نفر بودن، فانقلبوا بنعمت الله، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، و نعمت خدا و فضل خدا بازگشتن. لم یمسسهم سوء، با آنها بدی نرسید، به صحابگان پیغمبر. واتبعوا رضوان الله، پیروی به رضوان رازقی پروردگار کردند. الله ذو الفضل العظیم، الله تعالی صاحب فضل عظیم است. ببینید فمعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء. خدا حرف فای آورد. اول گفت که آنهایی که گفته شد برای آنها، یعنی مسلمان ها، ای مسلمان ها، بر ضد شما دشمن ها جمع کرده شدند، شما از آنها بترسید. آنها گفتند که حسبنا الله، برای ما ذات کفایه کننده و بسنده الله است و بهترین وکیل خوب است
از اون دیگه وکیلی بهتر نیست. گفتم خدا گفت که وقتی که همین سخن گفتن پس چی حادثه شد؟ فانقلبوا بنعمة من الله، پس آنها به خانه‌هاشون بازگشتند با نعمت خدایی ظفر یافتند. و فضل با فضل خدا لم یمسسهم سوء، بدی نرسید برای آنها به سبب همون کلمه‌ای که گفتن حسبنا الله، برای ما بسنده الله است. فدل ذلك على ان التوکل هو سبب هذا الانقلاب، دلالت میکند که سبب انقلابی که به مدینه کردن، بازگشت به مدینه کردن با نعمت خدای، فضل خدای و با ظفر و خوشبختی و خرسندی به خانه بازگشتن، سببش توکل به خدا بود. توکل به خدا کردن. این سخنها خواب نروید، شاید حیاتتون رو نشوندید این سخنها. این سخنهای پروردگار است، مردم زیاد این سخنهای نمیگویند. این توکل به خدا مقام بی‌نهایت عظیم است. ما در ابتدای صحبت دیدیم که ما سزاوار صحبت کردن در چنین موضوع نداریم، ولیکن همچون توکل به خدا در این موضوع صحبت میکنیم. این موضوع با تمام دقت گوش کنید. توکل به خدا نداشتن شرک در توحید است. یگانه پرستی ما کمبودی دارد اگر ما توکل به خدا نداشته باشیم. وإذا كان الله أمره بالتوكل على الله ثم قال وكفى بالله وكيلا، اگر پروردگار پیغمبر خود عمل کرد است که به الله تعالی توکل بکن، ثانی در نتیجهش گفت است که وكفى بالله وكيلا، الله تعالی وکیل است که بسنده و رسنده بس است. یعنی اگر کفیلت الله باشد، وکیل تو الله باشد، بس است. اگر همیشه گفته باشد علم ان الله وکیل کافی لمن توکل علیه، دانسته می شود که الله تعالی وکیلی که بسنده است برای شخصی که به الله تعالی توکل کرده است. بنابراین در خطبه و دعاها آمده است که الحمدلله کافی من توکل علیه، هم به آن اللهی که کفایه کننده شخصی توکل کننده به او است. کدام شخصی که به خدا توکل کند، الله تعالی کفایه کننده همین آدم است، خدا بسنده و رسنده او است. و اذا كان كفى به وكيلا فهذا مختص به سبحانه ليس غيره من الموجودات كفى به وكيلا. اگر الله تعالی کفى به وكيلا، الله تعالی وکیلی کفایه کننده گفته باشد، پس این خاص به الله تعالی است. دیگر یگان کس نمیتواند کفا بهی وکیلان شود، یعنی وکیلی کفایه کننده. چون که تمام وکیل‌هایی که میگیرید به یک ساحه، به یک وظیفه معین میتواند وکیل شما باشد. با گفتیم که اگر یک کس برای خود وکیل گیریدن، با در وکالتگیری و با الله تعالی شما محتاج هستید که توکل بکنید و الله تعالی توکل کنید و تکلیف کنید و از الله تعالی آدم پرسید. فإن من يتخذ وكيلا من المخلوقين غايته أن يفعل بعض الأمور وهو لا يفعلها إلا بإذن الله. گفتیم که اگر یک کس برای که عمل وکیل گیرد، آخرین کاری که میتونن بعضی کارهای شما اجرا میکنن، با هم شما حاجت به پروردگار دارید. فإذا كان الله سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره. اگر الله تعالی گفته باشد که کفى به وکیلا، الله تعالی کفایه کننده آن شخصی که به خدا توکل کرده است، اگر همیشه گفته باشد خودش بسنده کفایت کننده باشد در جلب منافع و دفع مضار، همه انسان ها مقصودشون آوردن فایده و دور کردن ضرر از سر خودشان است. میخواهند فایده ها بیاد، میخواهند ضررها از سرشان دور برد. در بعضی کارها وکیل میگیرن. خدا میگوید که اگر خدا به شخصی که به الله تعالی توکل میکند کفایه کننده است، اگر همین گپ اذا لو تبقى شرع لم يكن كفى به وكيلا، اگر بعضی کارها اجرا کرده نتواند، بعضی فایده های برای شما آورده نتواند، بعضی ضررهای اگر دور کرده نتواند، کفى به وکیلا گفته نمیشود. همین الله تعالی خودش کفایه کننده بسنده گفته نمیشود.
وقتی که همین گپ گفت معنایش اینه که الله تعالی برای جمع کردن تمام فایده ها و برای دفع کردن تمام ضررها از سر شما قادر است. الیس الله بکاف عبده. خدا میگه که آیا الله تعالی به حاجت های بنده کفایه کننده نیست؟ گفته پروردگار استفهام انکار میکنه، سوال داده سوال انکار میکنه، یعنی الله تعالی کفایه کننده بنده هاش است. قال ابوبکر بلغنی عن بعض الحکما. ابوبکر گفتن که از بعض حکما برای من یک سخنی رسید. التوکل علی 3 درجات. توکل 3 درجه دارد. اولاهن ترک شکایت. اولین درجه توکل ترک شکایت به مردم. حضرت یعقوب وقتی که یوسف گم شد گریه میکردن فرزندانشون موی سفید است دیوانه شدی این و آن سخنها میگفتن. حضرت انما اشکو بثی و حزنی الله. من شکایت خود و غمگینی خود فقط به الله تعالی میکنم. شکایت کردن به مردم یعنی که نقص در توکل است. اولین درجه های توکل ترک شکایت نکردن به مخلوق. و ثانی الرضا. دومین مرتبه توکل این راضی بودن به قسمت پروردگار. سومینش محبت. آن چیزی که خدا برای شما تقدیر کرده است و خواست است دوست داشتنی همون چیز. آن حالتی که امروز به سر شما فرآمده است دوست داشتنی همون حالت، چون که این اختیار پروردگار است. اما همین درجه کمال توکل است. و در کتاب توکل به الله آمده است که از یحیی بن کثیر گفتند در کتاب تورات نوشته شده است ملعون من کان ثقته بانسان مثله. یعنی لعنت شده است اون شخصی که باوری و تکیهگاهی رو به انسانی مثل او باشد. انسانی که خواب می‌رود، انسانی که وفات می‌کند، انسانی که دارای تمام انواع کمبودی‌ها است. تکیه کننده انسان اگر انسان مانند خودش باشد او از رحمت خدا دور شده است. چون یادم پرسیدن از مخلوق یادم پرسیدن فقیر از فقیر است، یا اینکه یاد پرسیدن مخلوق از مخلوق یاد پرسیدن شخصی غریق از غریق است. شخصی که غرق شده ایستاده است در همین حالت از یک شخص دیگری که در پهلوی او غرق شده ایستاده است یاد پرسیدنش گفتن مانند پرسی مخلوق از مخلوق مانند هر دوی همین است. بنابراین امری و توکل که خیلی موضوع مهم هست و عظیم هست و پروردگار عالم توکل پیغمبرها را ذکر کرد که شاید در صحبت آینده بیان کنیم و اهمیت دادن پیغمبر علیه السلام به توکل که احادیث جناب رسول پر از امر به توکل است. ابن عباس جوانی کودک 14 ساله 13 ساله بودن امر به توکل کردن. یا غلام احفظ الله یحفظک. غلام بچه الله تعالی را محافظت کن، الله تعالی تو را محافظت میکند. یعنی که گفته های خدا را حفظ کن، گفته های خدا را اجرا کن، از من کرده های خدا بازیز الله تعالی تو را محافظت میکند. ثانی گفتن که اذا سألت فاسأل الله. اگر یاری پرسیدی از الله یاری پرس. در کتاب مدارج السالکین آمده است که التوکل اصل لجمیع مقامات الایمان و الاحسان و لجمیع اعمال الاسلام. توکل اصل هست برای تمام مقامات اسلام، مقامات ایمان و مقامات احسان. یعنی مقام به معنای منزلت، مرتبه، وظیفه، منصب گوییم. توکل اصل هست، یعنی بر بالای تمام مقام ها سردار است. مرتبه توکل این مرتبه بلند است و منزلته منها منزلت الجسد من الراس. منزلت توکل در اسلام منزلت سر در جسد است. آیا میشه جسدی بی سر را تصور کرده؟ جسدی که سر ندارد. اسلامی که توکل ندارد اینچنین تصور کرده نمیشه. منزلت توکل به خدا در اسلام منزلت سر در جسد است. و فی التوکل راحت البال. و در توکل کردن به خدا
انسان است. یعنی وقتی که توکل به خدا میکنید، از پروردگار امید فایده و امید آن که ضررها را از سر شما دور میکند تکیه به خدا کرده، دیگر جان شما خلاص است. و استقرار فی الحال و دفع کید الاشرار، کید شخصیت های بد توکل دور میکند. و من اقوى الاسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق، بزرگترین سببی که انسان بعضی کارهایی که طاقت خودش نمیبردارد از عهده آن کار نمیبراید، چهار باید بکند؟ توکل به خدا بکند. ظلم مردم یا اون کارهایی که طاقت و قدرت او نمیرسد، بزرگترین سبب برای دفع این عملها توکل به خدا است. و به سبب توکل به خدا انسان از آن چیزی که در دست مردم است ناامید میشد. از آن چیزی که در دست مردم است ناامید شد. بنابراین حضرت امام احمد پرسیده شد که توکلش چیست؟ اگر این توکل میگه نفهمیدم منظور توکل چیست؟ گفتم ناامیدی از آن چیزی که در دست مردم است. خلاصه کنم دیگر خیلی آن چیزی که در دست مردم است از آن ناامید شد و با امیدی مردم نشد، تکیه به مردم نکن، همین توکل است. و التوکل علی غیر الله ظلم و امتحان للنفس، توکل کردن به غیر خدا ظلم است، چون که هر چیز را به جای خودش نمودن ظلم است و خوارزار کردن نفس انسانیت است. توکل به غیر خدا، تکیه کردن به غیر خدا، امید کردن به غیر خدا، باوری کردن به شخص غیر خدا، بینا ماندن به غیر خدا، این ظلم است و خوار کردن نفس است، چون که در حالت ضرورت شما را ناامید میکند. و سؤال المخلوق للمخلوق سؤال من الفقیر للفقیر، سؤال مردم از مردم سؤال فقیر از فقیر است. پیامبر خدا گفتند که ای ابن عباس بدان که اگر تمام مردم بر فایده آوردن تو جمع شوند یگان ذره فایده رسانیدن نمیتوانند اگر خدا نخواهد، و اگر تمام مردم برای ضرر رسانیدن تو جمع شوند یگان ضرر رسانیدن نمیتوانند اگر خدا اجازه ندهد. روایت ترمذی. و متى التفت القلب الى غیر الله وكله الله الیه، هر وقتا که قلب انسان به غیر خدا نگاه کند، به امید غیر خدا شود، خدا به همون طرف میسپارد. کدام آدمی که در جلب فایده ها و دفع ضررها به غیر خدا تکیه کند، فلانی هست انشاءالله دستگیری میکند، گوید توکل، دلش زبانش میگوید دلش به سوی همون تکیه کند، خدا وکله الله الیه، خدا به سوی همون میسپارد، خدا همون رو میسپارد. و صار دلیلا مخذولا، انسانی خوار و ذلیل میشود. من تعلق بشیء وکل الیه، در حدیث ترمذی آمده است که پیامبر خدا گفتند کسی به کسی توکل کند خدا به سوی همون میسپارد، به سوی همون سپاریده میشود. کسی به سوی کسی توکل کند به امید کسی شود از غیر خدا همون انسان به همون میسپارد، گویا که دیگه خدا ندارد. بنابراین در مجموع فتاوا آمده است که من رجا احد مخلوقا او توکل علیه الا خاب ظنه فیه، کسی که از مخلوق امیدوار شود یا به سوی همون مخلوق توکل بکند مگر خدا او را ناامید میکند. و کل من احب شیئا لغیر الله فلا بد ان یضره، و هر کسی که غیر خدا را دوست دارد باید که ضرر رساند. ولی استقرار اینم تاریخ اگر نظر بکنید، حالتهای مردم نظر کنید میفهمید. توکل به خدا و علاقه‌مندی او با رزق، موضوع دیگه دوام صحبت ما بود که اینو به روز دیگر میگذاریم. توکل بعض قاعده ها رو مختصرا ذکر میکنیم. توکل به خدا قطع العلایق بغیر الله. توکل چیست؟ کندن علاقه قلب از غیر خدا، یعنی دل شما به غیر الله تعالی تکیه نکنند. و بعضی گفتند که التوکل حجر العلایق، توکل ترک کردن علاقه با مخلوقات، یعنی به معنای که قلب شما معلق به مردم نباشد، یعنی آویزان امیدوار از آن چیزی که در دست مردم هست نباشد. چون که وقتی که طبیعت انسانی همین که وقتی که پرسیده شود غضب میکند،
فرصت غضب میکند، از مخلوق کسی فرصت غضب میکند. فقط قاعده را فراموش نکنید که گفتن که وقت الله للامور اقدارها، خدا به هر یک کارها اجل گذاشته است. وقتی معین شما میخواهید این کارتون همین روز بود شود، دیگه خدا برای او اجل گذاشته است که فردا یا از فردا بود میشود. و امور دنیا و زینتها، زینت دنیا و مال دنیا، گفتن گاه شخصی در جا نشسته حاصل میکند، برای او میرسد، یا شخصی عاجز و ناتوان گاه نایل به دنیا میشود، شخصی کوشش کننده گاه محروم میشود. بنابراین التفات به سوی سبب نقص در توحید است. نگاه کردن به سبب، تکیه کردن به سبب، این نقص در توحید است، کمبودی در خداپرستی. التفات به سبب این است که ما گفتیم، مثال آوردیم، مقصود شما اگر نایل شدن به فرزند باشد، مثال عادی تر باید خانه‌دار شوید و خفت و خواب بکنید، این سبب است. می‌بینیم که نگاه کردن به سوی سبب، تکیه کردن به سبب، کمبودی در خداپرستی. سبب گرفته به پروردگار باید توکل کنید. چقدر انسان‌هایی که سبب‌های گرفتن، دل تمام شهرهای کشورهای تقریبان نماند، دیگه خدا برای ما فرزند نداد. سبب گرفتن، تبابت کردن. بنابراین التفات به سوی سبب این در خداپرستی کمبودی دارد. و ترک سبب هم در شریعت چیزی مذموم است. خانه‌دار میشده، خفت و خواب نکرده، توکل به خدا کرده، امیدوار فرزند شدن مثلا، این هم نادرست است. هم سبب میگیرید لیکن به سبب یکم ضرر نظر نمیکنید. چون که پیامبر خدا فرمود لو انکم تتوکلون علی الله، اگر شما به الله تعالی حقیقی توکل بکنید، لرزقکم کما یرزق الطیر، چه خیلی که پرنده را خدا رزق میدهد شما هم خیلی رزق میدهد. تغدو خماصا و تروح بطانا، سحر شکمی خالی میرود، بیگاهی شکمی پر را برمیگردد. یعنی پرنده نگفتن که در خانه و قفس خود میشیند، نگفتن سحر میرود با شکمی خالی میرود، یک سعی دارد، کوشش دارد، کوششی کم میرود، سحر برآمده بیگاهی میگه شکمی سی. اگر شما گفتن به خدا حقیقی توکل بکنید، مانند پرنده خدا شما رزق میدهد. بنابراین پیامبر خدا اگرچه توکل اصل شریعت هست، سبب میگرفتن. بزرگترین شخصی متوکل به خدا این پیامبر هستند. از پیامبر هم دیگر شخصی توکل کننده با قوت نیست، لیکن روز جنگ احد درع خود را، جوشن آهنین خود را پوشیدند، لباس آهنین خود را پوشیدند، تنی لوچ نداره آمده. حالا که پیامبر در جنگ‌ها همراهی مردم نمی‌جنگیدند، در اتفاق اداره کننده جنگ بودند مثلا، لیکن با وجود همین لباس آهنین جوشن خود پوشیدند. روزی که به مکه در آمدند کلاه آهنین خود پوشیدند، سبب را گرفتند. و در وقتی که از مکه به مدینه سفر کردند، خریتی را به اجاره گرفتند، خرید شناس. اون زمانها سفر با همراهی بین کوه‌ها بود، راه‌ها معین نبود. خرید شناس و راه شناسی که متخصص به راه است و کشورها رو می‌دونن، اجاره گرفتند. توکل به خدا برای نمی‌مانند، توکل به خدا بود، لیکن سبب گرفتند و توکلشان، تکیهشان، اعتمادشان به خدا بود. بنابراین حضرت مولانا گفت آره گر توکل رهبر است، این سبب هم سنتی پیغمبر است. توکل به خدا میکنیم لیکن سبب میگیریم. بنابراین تمام علماهای اجماع کردند که در توکل به خدا باید سبب گرفته شود. یه مرد بعضی پیغمبری خدا آمد در جناب رسول در مسجد نشسته بودند، گفت یا رسول الله موضوع توکل شنیده بود یک هفته پیش، شطور من بسته درآیم به الله تعالی، شطور خود را سر داده توکل به خدا درآیم یا چیکار کنم یا رسول الله؟ پیامبر خدا گفتن که اعتل الله توکل، شطور بند توکل به خدا کرده درآید، شطور بند. بنابراین حضرت مولانا میگه گفت پیغمبر به آوازی بلند، با توکل زانوی او شتر دیدند. توکل بکن و زانوی شتر را بند بسته درآید. همین گونه حقیقت التوکل القیام بالاسباب،
حقیقت توکل اجرای سبب، گرفتن سبب است. شما به کدام مقصد رسیدنی میخواهید فایده به دست شما بیاید، ضرر اصلی شما دور ببرد، سبب بگیرید. سببی که خدا سبب کرده است. سببی خدا سبب نکردگی گرفتن نادرست است. سببی خدا سبب نکردگی، مثلا شما بیمار شدید به نزد طبیب میرید، سبب از دارو تناول میکنید، سبب از دیگر میرید، توکل به خدا میکنید. لیکن به نزد فاقه روید، خدا سبب نگیرید، تعیین نکردگی سبب است، سبب نیست. سبب حقیقی میگیرید. گرسنه ماندن سببش طعام خوردن است، سبب خودش بگیرید، سبب خدا نگفتگی نمیگیرید. بنابراین قاعده توکل این است که گرفتن سبب و توکل کردن با مسبب الاسباب، سببها را سبب کننده، ذات سببها را سبب کردگی کیست؟ خدا است. توکل به خدا است. انا همین توکل است. گر توکل میکنی در کار کن، کیش کن، پس تکیه بر جبار کن. وقتی که توکل میکنی شی سبب بگیر، ثانی تکیه به جبار، پروردگار عالم کن. خلاصه صحبتی دور و دراز بود، یک قسمی از این رو برای شما رسانیدیم. الله سبحانه و تعالی گناههای ما شما را مغفرت گرداند و توکل و